برای قلب زخمی و شکسته راهی جز تکیه بر الله وجود نداره و قلبی که به الله تکیه کنه خیلی زود تمام زخمها و شکستنهاش جبران میشه و قلبی که الله درش باشه به هیچ رفتنی و اومدنی اهمیت نمیده. مواظب باش قبل از مرگت قلبت رو با دستای خودت دفن نکنی. تمام قلبت رو برای الله کنار بذار، نه بندگان عهد شکنش، و اجازه نده کسی حال دلت رو بد کنه. نادیدشون بگیر و به آرومی از کنارشون رد شو. این تنها راه نجات قلبه. سلام علیکم. قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعور